قرار فرم یک فیلم فوق‌العاده رو نما به نما تحلیل و تجزیه کنیم. ماجرای نیمروز، فیلمی که منتخب داوران و منتخب مردمه، اونقدر جزئیات داره که بشه ساعتها دربارش صحبت کنیم. کارگردانی یعنی دیتیل، پرداخت به جزئیات. قراره در ارتباط با مجموعه‌ای از تکنیک‌هایی که فرم رو میسازن، از ابتدا و نما به نما فیلم رو تحلیل و تجزیه کنیم. اینجا یک نمای مدیوم شات از شخصیت حامد داریم. اینکه شخصیت ما در گوشه مسجد و در تنهایی نشسته، درگیری ذهنی حامد رو تاکید و نمایشی میکنه. حامد در تنهایی داره فکر میکنه. اون درگیر رابطه است. دوستان، ما باید به شخصیت اصلی داستانمون هم بعد بدیم و هم بعدهاش رو نمایش بدیم و برای نمایش بعدها باید شخصیت رو در تنهایی، در جامعه، در جمع دوستان و با دیگران نمایش بدیم. یکی از راه‌های تبدیل کردن تیپ به شخصیت اضافه کردن تناقضاته. مثلا اگر ما راجع نظامی‌ها صحبت می‌کنیم، شمایل مشترکی از ورزیدگی، نظم، مقرراتی بودن تو ذهنمون شکل می‌گیره. حالا اگر تناقضی مثل عاشق پیشگی رو به اون اضافه کنیم، این تناقض برای ما شخصیت می‌سازه، چون دیگه نمی‌تونیم پیش‌بینی کنیم. حامد هم اطلاعاتی هم عاشق پیشه است. اگر فقط ایدئولوژیش پررنگ بود یا فقط عاشق پیشه بود، میتونستیم پیش بینیش کنیم. بنابراین بیننده تمایلی برای دیدن فیلم نداشت. ما در جایی به شخصیت و در جایی به تیپ نیاز داریم. مثلا رحیم به تیپ نزدیک‌تره چون تناقض کمتری داره. شما میشه بریم طبق اول، من میام. خودم برم؟ کسی رو نمیشناسم. برو، ما میایم الان. صادق اومده؟ صادقم قرار بیاد. پس برم پیش کی الان من؟ برو، بچه‌ها هستن، خودتو معرفی کن، من میام الان. خب چی شده؟ طرف آشنا بود، از بچه‌های دانشگاه بود، یعنی هم کلاسی بودیم ما. عجب. شخصیت کجا شکل میگیره؟ خب وقتی غیر قابل پیش بینی باشه. حامد از دختری که منافق دفاع میکنه. از اینجا حامد غیر قابل پیش بینی شده. اسمش چی بود؟ سهیلا، یعنی اسم اصلیش فریده است. یعنی دختر بوده. چرا قطره چکونی اطلاعات میدی؟ علاقه بینتون بوده؟ دختر خوبی بود، مذهبی بود. خواستگاری رفته بودی؟ دانشگاه انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه تعطیل شد، من دیگه خانواده چی خبر داشتن؟ حالا سر از کارش در میارم. یعنی چی؟ باز قرار ببینیش این که خلاف قواعد سازمانه که. شخصیت کجا شکل میگیره وقتی غیر قابل پیش بینی باشه؟ رحیم نکنه مسئله دار شده، نکنه بند رو به آب بده، ایجاد شک و شبهه میکنه. میخوای قطع کنی نری؟ نه دستگیرش کنی؟ چیه دلت نمیاد؟ شاید اینجوری برای خودش هم بهتر باشه، نمیدونم. خب حالا فعلا که قرار دوم گذاشتی، کارش نمیشه کرد. کاش میتونستیم کمکش کنیم. چی کارش کنیم مثلا؟ نه هیچی، نمیدونم. همینجوری گفتم، نمیدونم. حامد خیلی مواظب باشه. از اینجا شخصیت حامد برای بیننده غیر قابل پیش بینیه. بنابراین در کل فیلم تعلیق ایجاد میشه. به میزانسن رحیم دقت کنید. دلخوری رو با زبان بدن و رها کردن حامد نشون میده. که اون شب تو ساختمون حزب بودن ولی تو لیست شهدا و مجروحین نبودن. 11 تاشون جواب دادن و سالم. همه دیالوگ ها برای بود دادن به شخصیت ها نوشته نشده. مثلا اینجا دیالوگ های حامد حضور شخصیت رو پررنگ میکنه. رضا کلاهی مسئول برگزاری مراسم های حزب. الگوی این فیلم با قهرمان گروهی یا مأموریت گروهی هم میتونیم بگیم. در مأموریت گروهی رئیس گروه میره آدم‌های مهم رو برای کار مهم جمع میکنه. اسم بازیگرها جزئی از شخصیت پردازیه. کمال و هدفش برای آزادسازی قله‌ها. رحیم که ملایم و دلرحمه تا جایی که به اشتباه یک مهره نفوذی رو آزاد میکنه. صادق در طول درام راستگوییش اثبات میشه. ورود صادق رو ببینید. حتی مشخص نیست بیش از این داستان کجا بوده و هیچ اطلاعات بیشتری از اون نداریم. همین ایجاز شخصیت اون رو مرموز و جذاب‌تر میکنه. ما علاوه بر پیش بردن داستان باید شخصیت‌ها رو برای مخاطب معرفی کنیم. آقا صادق از دوستای قدیمی منه. برای تقویت تیم تعقیب و مراقبت تشریف آوردن، در خدمتشون باشیم. آقا کمال هم که از امروز مسئول عملیات هستن. حامد جون، شما با آقا صادق از این بعد همکاری میکنیم.
عباس آقام که مسئول شنود هستن و خودت چی کار میکنی رحیم جان؟ ما دعا به جون شما. راستش رو بخواید من خیلی نگرانم. هیچی دستمون نیست. اینا هم همینجور کور دارن مردم رو ترور میکنن. حالا غیر از من آنتاگونیست یا منفی داستان هر چقدر مخوفتر و قوی‌تر طراحی بشه، مخاطب فیلم رو بیشتر دوست داره، چون قهرمان چالشش بزرگتره. آقای رجایی خیلی مهمه. ایشون به هر حال تو این چند ماه تو اداره تو ماجرای نیمروز چالش قهرمان به قدری بزرگه که حتی کشمیری و عباس که نفوذی هستن فرار میکنن. در عین حال همدلی و همزادپنداری بیننده با گروه بیشتر میشه، چون موانع و بدمنهای داستان خیلی خشن و دشوار طراحی شدن. تو خیلی فیلم ها آدم های بد به سزای اعمالشون میرسن، اما اینجا کشمیری با همه جنایتش فرار میکنه. این کلیشه شکنی هنر بزرگ فیلمه. خدا بخیر کنه. از اکستریم لانگ شات ها که برای معرفی مکانه تا بسته ترین نماها یعنی اکستریم کلوزآپ، هر کدوم کاربرد خودشونو دارن. مثلا اوورشولدر در اینجا برای همراهی و نزدیک شدن شخصیت ها استفاده میشه. اینجا وسیله جدا کننده ای هم برای اعمال حس انتخاب شده. در واقع این اجسام فاصله ایجاد میکنن. نباید قبول میکردم با تو بیام چون اینجایی. جدا شده؟ همکلاسی دانشگاهیم، قرار مدار ازدواج میذاریم. میگیم همکلاسی دانشگاهیم، داریم قرار مدار ازدواج میذاریم. با همن؟ یه گزارش کامل از وسطاقت نوشتم. نتونستم برات خونه امن گیر بیارم. از همدلی میاد، بنابراین روی اوور داریمشون. خیلی از نیروهامون از دست دادیم. نگران نباش، خونه پسرخالم سفیده، مشکلی ندارم. به هر حال ریسک بزرگی کردیم. میگم تو فکر میکردی تشییع جنازه بهشتی این همه آدم جمع بشه؟ فکر میکردی تشییع جنازه؟ حرف جدا کننده و باز ما خط جدا کننده را داریم. هرچند در انتخاب‌های تدوینگر بازی غالب و اکت و ریاکشن هم مهمه و حتما لازم نیست این خطوط در همه جا رعایت بشه. اینجا تقابل ایدئولوژی و عشق رو داریم. فکر می‌کنم یه مدت بذارم برم از ایران. برای چی؟ کجا بری؟ نمیدونم، مثلا برم یه جایی که نه این وری باشه نه اون وری، یه جای آروم. یک لحظه حس عوض میشه و ایدئولوژی بر عشق غلبه میکنه. دوستان، سکوت و مکث ها هم خیلی ماهرانه از صحنه‌ای که میخواید بنویسید باید به سکوتاش فکر کنید. این زبان بدن مکث و سکوت های بین دو نفر کشف داره و برای مخاطب جذابه. دوستان، صحنه‌های عاشقانه فیلم رو نرفته از الگوی فیلم‌های عاشقانه استفاده کنه، دختر و پسر زیبا بذاره. حتی بازیگر خوش چهره‌ای داشته، اما زیبایی و قدرت چهره بازیگر رو ازش گرفته، چون فیلم در شانه رئالیسمه و به یک باره متوهم نشده، چون میخواسته لحنش مستند بمونه. و این از جسارت و توانایی و ریسک پذیری میاد، چون چاقوی دو لبه است. یعنی ممکن بود فیلم به ورطه بی‌اعتباری بخوره و ریشه نگیره، اما فیلم میخواسته در قصه بازیگر، تصویر و بقیه اجزا واقعی بمونه و مخاطب رو ببره سمت رئالیسم. برای همین جلوه‌گری‌هاش رو کم کرده و تغییر لحن نداده. چیزی که همیشه تو فیلم‌ها باید رعایت بشه اینه که هیچ بخش از فیلمتون رو به سایر اجزاش به اشتباه برجسته نکنید. هیچ بخش از فیلم رو نباید به سایر اجزاش برجسته کنیم. یعنی مخاطب نیاد بگه این تصویربردارش کی بوده، این بک‌گراندش رو چجوری ساخته، این بازیگر کی بوده، حتی موزیک اینو کی ساخته. اینها رو بیننده نباید ببینه. بیننده باید محو و جذب داستان شده باشه و از داستان لذت ببره. یک دلیل دیگه که قدرت چهره بازیگر رو گرفته اینه که چهره زیبا از بازیگر باعث همدلی مخاطب میشه و داستان نمیخواست با این شخصیت همدلی کنه. اینجا هم نیومدن حامد تعلیق ایجاد میکنه.
تحلیل درستی هم از اوضاع نداریم. حداقل برای ما که الان توش هستیم فهمیدنش به اکسسوار و طراحی صحنه و لباس دقت کنید. قرآن، پرچم، لباس و حتی صدای اذان. ما این وضعیت امروزمون رو راحت به دست نیاوردیم که اینطوری همه اینها ریاکار بودن شخصیت رو میرسونه. جای حد نشسته تعادل و اندازه نگه داشتن از مهمترین ویژگی این فیلمه. ما اینجا مکس 3 ثانیه‌ای روی شخصیت صادق داریم. اگر زیاد روی صادق میموندیم کشمیری در این لحظه لو میرفت. اما اگر ریاکشن کم بود بیننده صحنه رو فراموش میکرد. بیننده وقتی بعدها به خیانت کشمیری پی میبره متوجه میشه از ریاکشن صادق سرسرکی گذشته. این از باهوشی بازیگر و کارگردانیه که اون رو رصد کرده تا همه چیز در یک هارمونی و یک همترازی پیش بره. در قسمت بعد قصد داریم با مثالهایی به بررسی میزانسن، قاببندی، موزیک فیلم، اکت دادن به بازیگر، انتخاب زمان و مکان، نورپردازی فیلم و سایر مباحث بپردازیم. قسمت بعدی رو از دست ندید.